واقعا حدیث هم هست در سنن ابو داود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی که به الله تعالی لا یشکر الله من لا یشکر الناس، شکر الله تعالی رو به جا آورده نمیتواند آن آدمی که شکر بنده ها رو به جا آورده نمیتواند. لا یشکر الله، شکر الله تعالی رو به جا آورده نمیتواند. واقعا شکر الله تعالی رو اصلا به جا آورده نمیشد. یگانه راهی ما عذر به درگاهش میبیاریم که پروردگارا ما این نعمت هایی که برای ما دادی ما اعتراف میکنیم. ابو لک بنعمتک علی، این نعمت هایی که به ما دادی ما این اعتراف میکنیم. و ابو لک بذنب، در مقابلش همین قدم ها کار کردیم که با در مقابل این نعمت ها گناه کردیم. ابو لک بذنب در سید استغفار آمده است و من به گناه هایم اعتراف میکنم. ما شکر نعمت های تو را اعتراف میکنیم که نعمت های تو بر ما زیاد است. خیلی که یکی از علمای سلف سحر و بیگاه میگفتند اصبحنا مغرقین بالنعم عاجزین عن الشکر. صبح شد و ما در نعمت غرق زده ایم و از شکر و سپاسگزاری آن عاجز و ناتوان هستیم. و بیگاه شاید میگفتند که امسینا مغرقین بالنعم عاجزین عن الشکر. بیگاه شد و ما در نعمت ها غرق زده ایم و از شکر آن عاجز و ناتوان هستیم. ما شکر نعمت الله تعالی رو به جا آورده نمیتونیم. فقط میگم که عذر که ما شکرش به جا آورده نمیتونیم. لا نحصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک. ما به الله تعالی حتی ثنای حقیقی چه خیلی که الله تعالی سزاوار است همین گونه حمد و ثنا گفته نمیتوانیم به الله تعالی، به نعمت های الله سبحانه و تعالی. بنابراین کسی که نعمت مخلوق را اگر شکر گفته نتواند چگونه نعمت الله تعالی را به جا میبرد؟ یا آدمی که برای شما یک پیاله آب داده است شکر همین نعمت را برای او کرده نتوانید، تشکر سپاس گفته نتوانید، حالان که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من احسن الیکم فکافئوه، کسی که به شما نیکی کرد مکافات دهید. اگر مکافات داده نتوانید پس در حقش دعا کنید، یعنی همچون مکافات برای عمل نیکی که نسبت شما انجام داده است.